طریق ساخت اکانت پروفشنال. ویدیو رو تا آخر نگاه کن. من خودم شبا توی لایف اکانت جور میکنم، ولی بازم خودتان ویدیو رو سعی کنید که بتونید جور کنید. اول از همه روی وی پی ان میزنید، فیلتر شکن. بعدش میین کشور آلمان انتخاب میکنید. اینجا که جور کردیم میریم سعی کنید tiktok.com لاگین. اینجا که آمدین بعد اینجا میزنید، از اینجا این پایین میزنید، بعد میینیم بالا، بعد میین یک تاریخ تولد انتخاب میکنید. ما حالا همینجوری زدم، منتها هر چی که میزنیم تاریخ تولد فقط بالای سن باشین، یعنی زیر 18 سال نباشین که هم درآمدزایی هم لایفتان قطع میشه. اینجا که آمدین استیکن 2049 که هست مال آلمان است. وقتی که فیلتر شکن روشن